سلام تماشابینان گرامی. خلاصه خبرهای مهم 15 ایون تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. دلیر امامعلی: اگر با من چیزی شد من در میلیسه نویه عینی. رحیم غربی برای غریبشو به $60,000 خانه خرید. 10 سال حکم یک سرباز تاجیک برای قتل همخدمتش. یک کارمند بازرسی دولتی اتومبیل تاجیکستان در قرقیزستان با 33 کیلو افیون و حشیش دستگیر شده است. سرباز در مرز کشته شده را در دهه امید به خوب سپردند. نرخ چپتای قطار راه آهن توشکند دوشنبه معلوم شد $35. جسد یک دختر جوان ساکن خاروق را از ساحل دریای پنج یافتند. و اکنون تفصیلات خبرها. دلیر امامعلی، ژورنالیست و بلاگر شناخته تاجیک، روز 15 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 11 در صفحه‌اش در فیسبوک پست کوتاه گذاشته خبر داد که اگر با من چیزی شد من در میلیسه نویه عینی میخواستم کنه بودم ثبت فیلم روم. عجیب آن است که دلیر امامعلی را در نویه عینی در حال به میلیسه بردن که او به کنه بودم میرفت. سبب او را از راه داشتن و به میلیسه بردن در نویه عینی هنوز معلوم نیست. این خبر موج واکنش‌ها را به بار آورد، چون که همگی چند روز پیش روز 4 ایون سال جاری دلیر امامعلی را به مقامات نویه شومنصور برای صحبت دعوت کردند. تنها بعد 5 ساعت جواب دادند. معلوم شد که ژورنالیست را در جریان این صحبت لطوکوب کرده مجبور کردند که 2 ویدیویش را از کانالش در یوتیوب پاک کند. دلیر امامعلی در چند ماه اخیر با سلسله ویدیوهایش در موضوع داغ جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی به پا کرد و در یک مدت کوتاه شماره ابونچیان کانال دلیر امامعلی در یوتیوب قریب به 150,000 نفر رسیده است. دلیر امامعلی را روز 4 ایون کارمندان مقامات حفظ حقوق نویه شومنصور غیر قانونی 5 ساعت بازپرسی کرده حتی تأخیر و لطوکوب کردند. بنا به نقل دلیر امامعلی، هنگام زدن ساعت دست یکی از لطوکوبگران می شکند و او حتی به شکستن ساعت دستش هم خبرنگار را گناهکار می کند و تهدید می کند که او را به نشان دادن مقاومت به کارمندان مقامات عیبدار خواهند کرد. دلیر امامعلی اقرار کرد که در جریان بازپرسی او را وادار کردند که 2 ویدیو درباره چپه کردن خانه‌های ساکنان در محله پنجشیر نویه شومنصور را از کانالش پاک کند. در پی این حادثه یک گروه نشریه و سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان نیز برخورد خشونت‌آمیز نسبت به دلیر امامعلی را محکوم کردند و از مقامات خواستند که تعقیب ژورنالیستان را بس کرده گناهکاران بازداشت و لطوکوب دلیر امامعلی را جزا دهند. شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان نیز در یک مراجعتنامه از رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امامعلی خواست که آن کارمندان مقامات انتظامی نویه شومنصور را که در بازداشت و لطوکوب بلاگر و ژورنالیست شناخته دلیر امامعلی دست دارند آشکار کرده آنها را به جوابگری بکشانند. ولی با گذشت قریب 2 هفته تا کنون مقامات حتی از شروع تحقیق این قضیه خبر ندادند. چه رسد به پیدا کردن و به جوابگری کشاندن گناهکاران. گفته می شود پروکروری که در نویه شومنصور دلیر امامعلی را زد و ساعتش را شکست داماد یکی از رهبران اول حکومت امروزه تاجیکستان بوده است. همگی یک روز بعد مراجعت شیرینکار شناخته تاجیک بختیار رحیموف معروف به غریبشو که از بیخانگی شکایت کرد، صاحبکار معروف دست بخیر رحیم باباجانوف معروف با لقب رحیم غرمی مشکل این هنرمند را حل کرده است. در یک پیام نو که روز 15 ایون باز هم در کانال ارزو ایسویف نشر شد، غریبشو اعلان کرد که مشکل 30 ساله من در بین همگی یک روز به طور معجزه‌ای حل شد. با شرافت دوست و برادران دست بخیر ما رحیم غرمی، غریبشو گفت بعد تمام شدن تهیه اسناد در روزهای نزدیک ویدیو مراسم کلیدسپاری را از یک طربخانه مشهور به نمایش خواهد گذاشت. غریبشو یک روز قبل از طریق کانال ارزو ایسویف به چند صاحبکار دست بخیر از جمله رحیم غرمی، نبیره پرزیدنت اسماعیل محمد ظاهر و بناساس حاجی محمد جان مراجعت کرد و از آنها خواست که به وی دست یاریشان را دریغ نداشته از عذاب اجاره نشینی خلاصش کنند. غریبشو نقل کرد که هنوز سال 1993 در خوابگاه وزارت فرهنگ در کوچه مایاکوفسکی در محله 33 شهر دوشنبه ثبت نام شده بود، ولی از حجره‌ای که در آن خوابگاه داشت سلاح به دستان بیرونش کردند و با همین اینک قریب 30 سال باز در پایتخت از بیخانگی و در بدر اجاره گشتن عذاب میکشد. غریبشو گفت میدانم که هزاران مهاجر تاجیک برای کمک به او آماده‌اند، ولی میخواهد یگان نفر از صاحبکاران توانمند
حل این مشکلی وی را به دوش خود بگیرد تا که حل مشکل بیخونگی وی هم به گردن مهاجران بار نشود. این مراجعت غریبشاه بسیاری ها را بر خط آورد. کاربران نوشتند از شنیدن اینکه حتی چنین یک هنرمند معروف و خدمت کرده تا حال بیخونه بوده است به شوک افتادند. سرباز 26 ساله قشون‌های مرزبانی تاجیکستان مرادبک محمدقلوف که روز 14 ایون در یک تیرپرانی در مرز با قرقیزستان کشته شد، صبح 15 ایون سال 2022 در زادگاهش دهه امید نویه دوستی به خاک سپرده شد. مرادبک محمدقلوف در حال کشته شد که تا انجام مهلت خدمتش در ارتش همگی 4 ماه دیگر باقی مانده بود. رئیس جماعت نوزمین نویه دوستی ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفت جسد مرادبک محمدقلوف را صبح 15 ایون به دهه امید آورده به خاک سپردند. این علکه سرباز دوم از نویه دوستی می باشد که از تیر سربازان قرقیزستان کشته می شود. ماه اپریل زایر سید مرادوف سرباز دیگری از نویه دوستی در زدخورد مرزی در اسفره از سوی نیروهای قرقیز کشته شد. از اول سال 2022 در تیرپرانی ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 5 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر زخمی شدند. لازم به ذکر است که همه 5 کشته از طرف تاجیکستانند. صبح 14 ایون بین مرزبانان تاجیک و قرقیز در دیدبانگاه های کیخ و بلوغباشی تیرپرانی به عمل آمد. جنوب قرقیزستان ادعا کرد که مرزبانهای تاجیک به طرف دیدبانگاه قرقیزها از автомات و گرانتومیات و مینومیات تیر کشیدند و آن طرف مجبور به کشیدن آتش جوابی شده است. ولی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در یک اظهارات مرزبانان قرقیزستان را مسئول تیرپرانی اخیر در مرز دو کشور نامید و گفت ساعت 6:00 دیدبانگاه سرحدی کیخ در جماعت واروخ اسفره از جانب خدمتچیان حربی قرقیزستان با استفاده از یراق گروهی و مینومیات‌ها به حمله ناگهان گرفتار شد. در نتیجه این حمله تجاوزکارانه بی اساس کماندیر دیدبانگاه سرحدی کیخ جراحت برداشته به بیمارخانه جماعت دیهات واروخ انتقال گردید. این زمان وضع سلامتی او از حد وزنین ارزیابی می‌گردد. گفته می‌شود در اظهارات وزارت درباره کشته شدن محمدقلوف چیزی نگفت، ولی اظهار داشت که جانب تاجیکستان با تأسف تاکید می‌کند که عمل‌های اغواانگیزانه قرقیزستان بر ضد تاجیکستان خصوصیت منتظم گرفتند. این حمله‌های غیر قانونی وضعیت در سرحد را تنها مشکل کرده به نگهداری فضای همدیگرفهمی و همسایگی دوستانه مساعدت نمی‌کند. تاجیکستان حمله‌های اغواانگیزانه خدمتچیان حربی قرقیزستان را محکوم کرده از جانب قرقیزستان طلب می‌کند تا جهت پیشگیری چنین مناقشه‌ها در آینده چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 983 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون حدود 330 کیلومترش تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. در قرقیزستان 2 شهروند تاجیکستان را با مقدار بزرگ مواد مخدر دستگیر کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت یکی از بازداشت شده‌ها آ که 62 سال دارد تشکیل کننده این شبکه قاچاق مواد مخدر دانسته می شود و بازداشت شده دوم ام 40 سال داشته سرژانت کلان بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بوده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر بازداشت کارمندش در قرقیزستان با مواد مخدر را تا حال رسما شرح نداده است، ولی در ویدیو نشر شده دیده می شود که چگونه در پوست شب یک نفر در تنش لباس میلیسیانری را از ماشین فرآورده در روی اسفالت میخوابانند و سپس از باردان ماشین یک خلطه را بیرون میکشند و از داخل آن خلطه بسته های زیادی را بیرون آوردند که گفته می شود مواد مخدر است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان این شبکه فراملی قاچاقبر به قاچاق مواد مخدر افغانی از تاجیکستان به قرقیزستان و سپس به قزاقستان مشغول بود. گفته می شود خدمات مبارزه با مواد مخدر قرقیزستان اعضای شعبه های این شبکه در تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان را معاین کرده سپس شخصیت رهبر آن را معاین کردند. در نتیجه همکاری موفق در جریان عملیات ویژه که 1 سال دوام داشت همه اعضای این گروه قاچاقبر مواد مخدر دستگیر کرده شد، از جمله تشکیل کننده گروه آ سال تولدش 1960 شهروند تاجیکستان و عضو گروه ام سال تولدش 1982 شهروند تاجیکستان. سرژانت کلان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از معاملات غیر قانونی در عموم 33 کیلو 241 گرم مواد مخدر افغانی از جمله
11 کیلوی و 299 گرم افیون و 21 کیلوی و 942 گرم حشیش مصادره کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه در رابطه با این قضیه با اتهام قاچاق مواد مخدر و مقدار بزرگ پرونده گشودند و جستجوی اعضای دیگر این گروه ادامه دارد. دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان اولو در بازداشتگاه رقم 1 شهر بیشکک قرار دارند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران با استفاده از قلمرو ازبکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان انتقال داده می شود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 15 یونی سال 2022 با استناد به معلومات قسم نوبت‌داری‌اش خبر داد که شبانه روز گذشته در کشور یگان حادثه فوق‌العاده طبیعی و تکنگینی ثبت نشده است، ولی متاسفانه با 3 حالت در آب غرق شدن شهروندان ثبت شده است. از جمله صبح بر وقت 15 یونی سال 2022 تخمینا ساعت 05:45 دقیقه در ساحل آبانبار صنعی در قلمرو شهر بوستان ولایت سوخت جسد یک پسر بچه یافت شد. معلوم گردید که او ساکن شهر بوستان بوده روز 14 ایون از بی‌نظارتی پدر و مادر غرق شده است. همچنین روز 14 ایون هنگام آببازی در دریای وخش بر اثر رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری یک ساکن 19 ساله شهرک باختریان نویه کوشانیان ولایت ختلان غرق شد. بعد دریافت خبر ناخوش دسته نجات حالت فوق‌العاده ولایت ختلان به جای حادثه سفر بر شدند. جستجو تا ساعت 23 دقیقه یعنی تا فرا رسیدن تاریکی ادامه داشت، اما به نتیجه صبح 15 ایون عملیات جستجوی غرق شده از سر گرفته شد و هنوز ادامه دارد. همین طور 14 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 18:52 دقیقه نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ساحل دریای پنج در نزدیکی دهه پاسخوف نویه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان جسد یک دختر تخمینا 15-20 ساله را پیدا کردند. تشخیص نشان داد که او یک دختر 20 ساله ساکن شهر خورخ بوده است که روز 6 ایون از خانه بیرون رفته دیگر برنگشته است. طوری به نظر می رسد این دختر نیز خودکشی کرده است. یادآور می شویم در روزهای آخر این الکی سیومین مورد با قصد خودکشی خود را به او پرتافتن ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان است. در یک مورد یک زن 20 ساله ساکن دهه بدون جماعت دهات یزگلام نویه ونج را پیدا کردند. این زن هنوز روز 1 ایون خود را همراه پسر 1 سالش به دریای یزگلام پرتافته خودکشی کرده بود. سبب خودکشی این جوان زن معلوم نیست. جستجوی طفل 1 ساله ادامه دارد. همچنین روز 12 ایون سال 2020 یک ساکن 55 ساله دهه برواز نویه روشقلا خود را به دریای شادره انداخته دست به خودکشی زده است. ساکنان دست جمعی به جستجوی غرق شده افتادند و ساعت 15:50 دقیقه جسد او را پیدا کرده به خویشاوندانش سپاریدند. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال‌های عائلوی سبب‌های اساسی خودکشی در تاجیکستان نام برده می شود. شرکت رای آهن ازبکستان نرخ چپتای قطار دوشنبه تاشکند را که الکی از هفته آینده از 20 میلیون به کار می درآید اعلام کرد. نرخ سفر از 35 دلار آمریکایی سر شده وابسته به صحنه خریدن چپتا می تواند تغییر بیابد. خبر داده است خدمات مطبوعات شرکت رای آهن ازبکستان این کشور از سالهای 90 روای قطاره را با تاجیکستان قطع کرده تنها به ترانزیت قطاره‌های تاجیکستان اجازت میداد. روز 2 ایون پرزیدنت های دو کشور شفقت میرزیویف و امامعلی رحمان در تاشکند به توافق رسیدند که الکی از 20 ایون حرکت قطاره‌های مسافرکش را بین پایتخت‌های تاجیکستان و ازبکستان از نو برو بیاندازند. طول این خط سیر رقم 301-302 916 کیلومتر بوده طول سفر 21 ساعت را تشکیل میدهد. این قطار از شهرهای قرشی، سمرقند، جیزخ، گلستان همچنین از برخی شهر و نویه‌های ولایت سوغد تاجیکستان خواهد گذشت. قطار از پایتخت تاجیکستان روز دوشنبه
برابر اومده به تاشکند الکی روز سهشنبه ساعت 13:43 دقیقه میرسد. همین طور هر روز سهشنبه ساعت 16:15 دقیقه این قطار از تاشکند به قصد دوشنبه برو میبراید و الکی روز چهارشنبه به پایتخت تاجیکستان میرسد. قطار از 10 واگن عبارت بوده، از جمله 4 واگن کوپه، 5 واگن پلاسکارت و 1 واگن رستوران را در بر میگیرد. شرکت رای آهن ازبکستان گفت خواهشمندان می توانند از غلو از هر دو سامانه این شرکت، هم سامانه نو و هم سامانه کونه، برای سفر به تاشکند و دوشنبه و برعکس چپته خریداری کنند. روابط ازبکستان و تاجیکستان در دوران رهبر اسلام کریموف دوران مرکب شبیه جنگ سرد را پشت سر کرد. ازبکستان اون وقت پرواز هواپیماها و اتوبوس و قطارها را بین دو کشور منع کرده با تاجیکستان نظام روادی جاری کرد و مرزهایش را با این کشور مینه‌کاری کرد. در زمان کریموف سطح تبادل محصولات بین دو کشور همسایه نیز به حد پسترین پایین رفته و سالانه همگی حدود 40 میلیون دلار را تشکیل میداد. بعد مرگ کریموف در سال 2016 و به قدرت رسیدن شفقت میرزیویف که اصل اجدادش از شمال تاجیکستان است، روابط تاشکند با دوشنبه رو به گرمشوی آورد. میرزیویف رژیم ویزا را با تاجیکستان بیکار کرد و گذرگاه‌های قبلا بسته شده در مرز با این کشور را از نو گشود. پروازهای هواپیماها و حرکت اتوبوس‌ها را برقرار کرد و سطح خرید فروش محصولات بین دو کشور نیز طور امامعلی رحمان ضمن بازدید اخیرش از تاشکند تاکید کرد. بعد درگذشت اسلام کریموف 40 مرتبه بالا رفته به 600 میلیون دلار رسیده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر میدهد که طبق معلومات اگنتی هواشناسی جمهوری روز 15 یونی سال 2022 در یک قطار نویه‌های کوهی و نزد کوهی جمهوری بجز از شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان باران‌های شدید در نظر است. این باران‌ها می‌تواند باعث آمدن سیل در منطقه گردند. علاوه بر این به دلیل بلند شدن دمای هوا خطر بالاروی سطح آب رودخانه‌ها، ریزش سنگ و لغزش ترمه وجود دارد. رعد و برق هم می‌تواند یک خطر دیگر برای اهالی باشد. در رابطه با این کمیته بار دیگر به ساکنان و میمونان کشور مراجعت نموده توصیه می‌دهد که هنگام استراحت در ساحل کول و دریا و آبانبارها احتیاط کنند. رانندگان هنگام سفر با راه‌های کوهی قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند. کمیته همچنین از اهالی خواهش می‌کند در چنین روزهای سیربارش هنگام عبور از راه‌های کوهی و نزد کوهی احتیاطکار باشند. همچنین موقتاً به غنچین ایزم و جمع‌آوری زنبوروغ، ماهیداری و شکار نیز نروند. غیر از این از اهالی خواهش کرده می‌شود قبل از آغاز بارانی‌های پرشدت جویبار و سیلروحه‌ها را از هر گونه خس و خسپاره‌ها تازه کنند تا آب مجرای خود را به سمت خانه و اولیه‌ها و کشتزاران دیگر نکند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. دادگاه حربی گرنیزان خوجند با حکم خود از 5 ماه سال 2022 سرباز قطاری قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان محمد جان اسویف را با جرم از پیشانی سرش پرانده کشتن همخدمتش قربانزاده به 10 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. دادگاه همچنین سردار گروه دیدبانی دیدبانگاه سرحدی سیم نورآباد قسم حربی رقم 0214 قشون‌های سرحدی فرهاد داوطیف را برای خنک نظری که باعث مرگ سرباز شد به 1 سال محبس سکونتی محکوم کرد. قربانزاده روز 16 ینور سال 2022 هنگام نوبرداری در دیدبانگاه نورآباد واقع در ناحیه دیوشتیج از تیر همخدمتش کشته شده بود. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 14 یونی سال 2022 در شرح این پرونده گفت صحنه 16 ینور سال 2022 خدمتچی قسم حربی 0214 قشون‌های سرحدی کاپیتان داوطی فرهاد سیف‌الدینویچ همچون سردار نریاد سرحدی گروه کوفتوکووی در حدود دیدبانگاه سرحدی سیم نورآباد قسم حربی مذکور برخلاف طلبات‌های ماده 75 آیین‌نامه خدمتی داخلی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و ماده 90 آیین‌نامه قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان عاید به محافظت سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان عمل کرده نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی خود خنک نظرانه مناسبت نموده در نتیجه بی‌نظارتی او پاسبان نریاد سرحد قطاری اسویف محمد جان شیرالیویچ با استفاده از سلاح خدمتیش تمغه AK-74 به یگان سبب قصداً با مقصد از حیات محروم ساختن همخدمتش قربانزاده را به نشان گرفته از مسافه نزدیک به قسمت پیشانی سرش یک تیر خالی کرده او را به هلاکت رسانیده است. سبب همخدمتش را کشتن عیسی‌زاده شرح داده نشده است. نظر سرباز افسر محکوم شده و طرف جبر دیده دسترس نیست. دادستانی کل گفت از روی این حادثه نسبت کاپیتان داوطیف
بر اساس ماده 392 قسم 1 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان و نسبت ایسوف بر اساس ماده 104 قسم 1 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشوده شده بود. امور دقیق درباره مرگ و میر سربازان در قسم‌های نظامی در تاجیکستان دسترس نیست، ولی موردهای کشته شدن سربازان در قسم‌های حربی قوه‌های مسلح تاجیکستان از موضوعهایی است که جوانان را نسبت به خدمت حربی دلسرد می‌کند و پدر و مادر آنهایی را که به خدمت می‌روند در حال نگرانی قرار می‌دهد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 13 ایون سال 2022 تخمیناً ساعت‌های 22:30 دقیقه راننده اتومبیل تمغه سنگیونگ رحیموف محمدجان علیموویچ سال تولدش 1972 ساکن نویه فرخار هنگام حرکت در حدود نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد بردیف ذکرمد علیمادوویچ سال تولدش 1967 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد بردیف جراحت جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسید. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر دانسته می‌شوند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.